پروینه لولی‌تبار خوانده و نوشته نمیتواند. مثل پروینه در دهه لولی نشین مکسیم گورکی در ناحیه جلال‌الدین رومی کودکان بی‌سواد زیادند. شیوه زندگی لولی ها از فرهنگ مردم بومی فرق می کنند. با طلبندگی رزق می یابند. کودکان خود را با همین گونه تصورها تربیت می کنند و هدف نهایی برای یک کودک لولی با خلطه گدایی بیرون رفتن و با خلطه پور برگشتن است. مادری پروینه در طلبندگی است و کاری خانه بر دوش اوست. او می خواهد تحصیل کند و زندگیش را تغییر دهد چون این فرهنگ را سازگار نمی‌داند. ندارم همه یاری دیگانه ما مکتب میخوانم، ما ایامنا شرم میکنیم که مکتب میخوانم، نام ما نویسه نمیتونیم که ایامنا شرم میکنیم نمیتونیم نویسه و همش میرم مکتب ما نمیتونیم که رفتن. دو برادر پروینه درس نخواندند اما ضمن طلبندگی در روستاها شمردن پول را یاد گرفتند. بی انار که روزهای سختی در بدری را پس سر کرده است، سواد گرفتن نبیره‌هایش را حتمی می‌داند. 70 تا 80 تا نبیره دارم. یک تاش خط سواد نداره. همینا که خط سواد کنند، اگر یک جا رفتن با یک نوشتن با یاردم کنند ما خرسند بشن. حالا حکومت ناحیه جلال‌الدین رومی در ختلان لولی‌های از 7 تا 17 ساله را برای جلب آنها به مکتب ثبت نام می‌کند. تا حال فقط در جماعت توغلک 780 کودک از تحصیل دور مانده را روی خط کردند. و با دستگیری اهالی و مقامات اجرایی حاکم دولتی ناحیه تصمیم گرفتیم که امسال در محله آنها یک مؤسسه تعلیمی سازیم. عبارت از 6 صنفخانه و ما میتوانیم که پر همه خوانندگانی که به سن مکتبی رسیدن به آن مؤسسه فرا گیریم. البته اگر چنین کارها اگر در عمل آنها اجرا کنند در حالت درسی فرزندان آنها به طلبیدن به بازار و کوچه ها برآیند، ما در اساس ما در این 90 قانون جمهوری اسلامی درباره مسائل پدر و مادر آنها را به جوابگری کشیده میتوانیم و پیشنهاد میکنیم به پرکاتوری ناحیه. بار اول نیست که لولی ها برای فرزندانشان ساختن مکتب را تقاضا می کنند و مقامات وعده دادند که خواستهشان اجرا می شود. حالا لولی ها امید دارند که این وعده قطعی است. چند بار دیرکتور مکتب مکسیمگور که یک دم مراجعت کردیم، معرفا میدانند، رئیس حکومت ها مراجعت کردیم، همه قطعه زمین جدا میگه ما گفتیم قطعه زمین جدا کنید با یاردم ما هم حصه میگذاریم در همین قطعه زمین جدا کردن، در مکتب هم حصه ما میگذارن، فقط ما را همین دولت همچون دیگر شهروندان تاجیکستان به نظر گیره. در جماعت دهاتی توغلک نزدیک 3000 لولی زندگی میکنند که با وجود داشتن زمین برای کشاورزی منبع درآمدشان گدایی است. ما هم طلبنده بودن که ناموس ما سخت چیزی گفت ما دولت با شریک میکنیم. فهمید؟